امروز میخوام در مورد کتاب جدید کریگ آنگر به اسم لانه جاسوسی با شما صحبت کنم. بسیار کتاب جالبی بود. این کتاب توضیح میده که جورج بوش پدر چجوری تونسته در زمانی که در واقع معاون ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه شده بوده و کاندیدای ریاست جمهوری رونالد ریگن بوده. اینا میرن در مادرید در تابستون سال 1980 میرن در مادرید از طریق رضا پسندیده که میشه برادرزاده خمینی با کروبی، این دو نفر در مادرید میرن با نماینده های جمهوریه با نماینده های آمریکا صحبت میکنن و در پشت پرده یک سری قرارمداری میذارن که بر اساس اون قرار میشه که ایران بتونه هر گونه اسلحه‌ای میخواد از اسرائیل بگیره، چون ایران در همون زمان که در واقع زمان ریاست جمهوری بنی صدر بوده خیلی از حمله عراق میترسیده به ایران و همیشه این شبهه‌ای وجود داشته که صدام حسین میخواد به ایران حمله بکنه و با وجود اینکه بنی صدر خودش خیلی معتقد بوده که باید گروگان‌های آمریکایی رو سریع آزاد بکنن، دولت جمهوری اسلامی پشت پرده قرارهای با حزب جمهوری خواه میبنده که گروگان‌ها رو بیش از حد نگه دارن و نگهشون دارن تا روز اول رئیس جمهوری بعدی که این جریان به ضرر کارتر تموم بشه، به خاطر اینکه مردم آمریکا خیلی خشمگین بودن که کارتر اینقدر ضعف، دولت کارتر اینقدر ضعف نشون داده که گروگان‌های آمریکایی، نه تنها دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شدن بلکه یه سال و اندی در اسیر تروریست‌های جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شده بودن و در این وسط از طریق اداره سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه به حال این قرارمدار گذاشته میشه و قرار میشه که دولت اسرائیل اسلحه ها رو به ایران برسونه و اسلحه ها وارد فرانسه میشه از طریق اسرائیل و در چندین هواپیما مسافربری میذارن این اسلحه ها رو و رفیق دوست در یک از این هواپیماها میشینه و هیچ مسافری توش نبوده، فقط رفیق دوست بوده، خلبان و یک چند نفر دیگه. یه آقای به اسم حیدری هم ظاهرا با اینا بوده که دقیقا معلوم نیست که الان این در جمهوری اسلامی چه کار است. به هر حال بعد از اینکه از فرانسه به سمت تهران برمیگشتن، از روی مرز ترکیه که رد میشن، دولت ترکیه سعی میکنه اینا رو متوقف بکنه. برج مراقبت به اینها تماس میگیره، میگه که شما هواپیمای مسافربری مشروعی نیستین، ما الان شما رو میزنیم، یا اینکه خودتون بیاین پایین، باید هواپیما فرود بیاد. که خلبان میترسه و سریعا میاد به رفیق دوست میگه که اینا دارن ما پیغام میدن که اگه شما نیاین پایین ما میزنیم هواپیما رو. رفیق دوست میگه که نه، تا تهران 1 ساعت بیشتر نمونده و همچنان شما به مسیر ادامه بدین و همینطور هم میشه. در واقع دولت ترکیه، در واقع ارتش ترکیه نمیزنه هواپیما رو و به حال مرز هوایی تهران میرسن و بعد از اون میان در فرودگاه مهرآباد در 24 اکتبر سال 1980 تمام این اسلحه غیرقانونی که دولت جمهوری اسلامی ایران خریده بوده وارد میشه به تهران. و نکته جالبش اینه که در همون زمان در این کتاب توضیح میده که دلیل این که صادق قطبزاده رو اعدام کردن این بود که صادق قطبزاده در روزنامه به نام روزنامه جمهوری اسلامی یه مصاحبه انجام میده و در اون میگه که حزب جمهوری خواه در واقع داره ایران یه جوری به حزب جمهوری خواه کمک میکنه با نگه داشتن گروگان‌ها، که بلافاصله قطبزاده دستگیر میشه و در تحت کتک و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی بالاخره اعتراف دروغینی ازش میگیرن و ادعا میکنه که بله من قصد داشتم که در یک توطئه‌ای دست داشتم که قرار بود ما خمینی رو بکشیم و خب به همین خاطر میشه مفسد فی الارض و در واقع با جوخه آتش قطبزاده رو اعدامش میکنن، در حالی که قطبزاده
واقعا درست میگفته. طبق این مدارک حرفی که میزده درست بوده و چون که قدس‌زاده تحصیل کرده آمریکا بوده و به هر حال اطلاعات زیادی هم داشته، از این جریان قدس‌زاده باخبر بوده و میدونسته که اطرافیان خمینی، در واقع همون برادرزاده خمینی که اسمش رضا پسندیده هست، در پشت پرده مذاکراتی با استن پاتینجر و چند نفر دیگه و خود جورج بوش حتی انجام داده بودن. خلاصه این کتاب این هستش که رئیس جمهوری جورج بوش پدر با توجه به این مدارکی که در اینجا اعلام شده غیر مشروع بوده، به خاطر اینکه در واقع با متوقف کردن این فرایند آزاد شدن به موقع گروگانها باعث شدن که مردم خشمشون به نسبت کارتر ادامه پیدا کنه و کارتر نتونه دوباره رئیس جمهور بشه. خیلی خیلی کتاب جالبیه، بهتون توصیه میکنم. به نظر نمیاد که به فارسی ترجمه شده باشه. خب من الان جا نسخه انگلیسیشو دارم، ولی امیدوارم که یک نفر این رو به فارسی ترجمه کنه که افراد بیشتری بتونن این کتاب بخونن. خیلی جالبه چون تمام صفحاتش با مدارک مستند نوشته شده و صرفا بر اساس فرضیات این آدم نیست. یه سری تئوریایی داره که تئوری‌ها رو یکی یکی با مدارک میاره اثبات میکنه. روزتون بخیر.